یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امشب اومده بودم لب ساحل که یهو با این صحنه مواجه شدم. نگاه کنین چقدر نازن. چون نزدیک هالووین اینجا رو درست کرده بودن که باش عکس بگیریم و اکثرا همه چی رو با لگو درست کرده بودن و اینو گذاشته بودن اینجا. بچه هم که این طرف داشتن همشون با لگو بازی میکردن و هرچی میخواستن و میساختن. این طرف هم دوباره داشتن از همین کر و تنبل درست میکردن با لگو. و های اینم خودمم که اینجا میتونیم هرچی میخواستیم و بذاریم جادوگر میشیم یا شیطون. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. سابسکرایب یادتون نره و یادتون نره که من خیلی عاشقتونم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.